خب رستم جان ببینید مثلا آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل‌های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده‌های نمیدونم سیاسی و این چیزها هم هست؟ قبول درست. هر یک حالت افراطی شوی از مجموعه عامل‌های عبارت است و هر یک حالت جداگانه میتواند در آنجا مجموعه عامل‌های کلیدی و عامل‌های مثلا بگیم که درجه دوم و عامل‌های تکان دهنده و بازدارنده باشد در هر حالت. ولی اگر ما کوشش کنیم که این عامل‌ها را دسته‌بندی کنیم از لحاظ از ارزیابی‌هایی که من کردم و از ارزیابی‌هایی که بعضی کارشناسان دیگر هم میکنند، در جای اول عامل‌های بیشتر روانی و هویتی هستند. اینها عامل اساسی تکان دهنده هستند. چرا؟ زیرا افراطی شدن این یک نمود تغییر هویت است، یک نمود پاسخ به چالش‌های بحران هویتی است. نه تنها هویتی به اصطلاح بگیم که ملی، بعضی هویتی فردی شخص است که من کی هستم چی. و اگر نگاه کنیم به اون افرادی که به این گروه ها پیوستند، بعضی از آنها از افرادی هستند بسیار از عائله‌های به اصطلاح اینترنشنالی که در دوره قبلی میگفتیم که مثلا یکی از والدین آنها یا مثلا روس بودن یا نماینده‌های قوم‌های دیگری غیر تاجیک بودن که اگر زمان شورا میشد شاید آنها به الیت‌های سیاسی تبدیل می‌یافتند، ولی در شرایط دولتی مثلا معاصر اینها تا یک اندازه نتوانستند اون عقده‌ها و اون خواهش‌های خود را جابجا کنند و به اصطلاح چنانی که بعضی از آنها برای خود این رو شرح دادن گویا که با یک نمودی جبردیده و انسان‌های درجه دوم افتادن و این و آنها خواستن کمبود تاجیکیت خود را به اصطلاح با بیشتر مسلمان بودن جبران کند. این گروه هستن و ما دیدیم و یا که حتی همین مهاجران کاری که کم سواد هستند وقتی که اونها هم افراطی میشن در مهاجرت، در اینجا هم همین عامل هویتی هست. چی؟ یعنی ببینید خصوصا افرادی سطح پایینی که مثلا کم تحصیل کرده از در دهه خود کسی رو بغیر از همدیه و خویش تبار خود ندید و می افتاد در یک محیطی که نماینده های دینی دیگر هستند، فرهنگ دیگر هستند، دارای ارزش‌های دیگر با زبانی که برای اون هستند و او هم دچار همین بحران هویتی میشه که من کی هستم، من در اینجا چرا افتادم و حتی اگر رفت در مسجد در اونجا هم همین ملاها یا با زبان روسی یا گاه با زبان تتاری صحبت که نمیفهمد، وقتی برآمد از مسجد در اونجا علاقه مبالغان افراطی منتظرش هستن و با زبانی مثلا تاجیکی یا با زبانی با او فهمو اندیشه پیش میکرد و من میگم که این عامل ها شاید مثلا در درجه اول شد. چرا؟ زیرا افراطی شدن این یک پروسس ذهنی است، یعنی شما باید اون در ذهن شما دیگر عامل های دیگر عامل های مساعد کننده هستند، بسیار مهم هستند ولی به عامل کلیدی نیستند. اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی شوی ندارند و حتی در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبندگی کند و راههای دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سوم اون چیزایی که شما چیزهای سیاسی سیاسی گفتید، درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل‌های اعتراض هم باشد. بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل‌هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیک‌ها افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟ ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش‌ها می‌بینیم ولی من راضی نیستم. به چه دلیل؟ اولش که این ادعا ناشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع بحرانی شد. ولی بیایید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جریان‌های گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای آنها خیلی بلندتر از اسلام سیاسی شنیده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلام سیاسی رسمی
برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی ناچیز و اندک بود و حتی اگر شما با روایت های افراطی ها نگاه کنید اونها حتی اینا رو همچون گزینه نمیدن، میگفتن که اینها هم همین رفتن شدن تکفیر میکرد. نه تکفیرشون میکردن، گفتن که اینا هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارتش اسلامی. یعنی برای افراطی ها همه چیز گزینه نشد. و چیز دیگر هست، حتی بعضی از سطح تأثیری مثلا بگیم حزب ممنوع نهضت حتی برای اعضای حزب خود چنان بلند نبود. یعنی این چیز برای جامعه میمو یک چیزی طبیعی است که روابط بینی بگیم که در هر چیزی نباشه، در هر نظامی نباشه، در احزاب است، در نظام مواردی چی باشه که روابط بین بگیم قشرهای قبطهای بالا و پایین خیلی پست است و ما نمیتونیم بگیم که همین عامل حضور اسلام سیاسی عامل بسیار بگیم مؤثری بازدارنده بود. هرچند که شاید باید اعتراف کنیم، واقع بین باشیم، برای بعضی از افراد که میخواستن در آنجا به اصطلاح آرمان‌های سیاسی خود را یا بعضی از به اصطلاح بعضی از اعتراض‌های اجتماعی سیاسی خود را در آنجا مطرح کنند، شاید این یک گزینه بود، ولی نقش آن در مثلا پیشگیری افراطی شوی نه چندان مؤثر بود و حتی آگاهانه یا ناخودآگاه، خب ما نمیتونیم از چیز، آنها برعکس برای نشر بعضی از اندیشه های افراطی و زبان نفرت و چیز حتی سهیم بدن. خب اما اگر جنبندی کنیم این بحثه، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان سیستان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و انتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه‌ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقاً این معنا رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟ ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یگان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقعا موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و آن شاخصه ها یا ایندیکاتورهای رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظررسند. یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد. این را باید اعتراف کنیم، چون پرسش های سوتولوژی تطبیق میکند. اوف چند باره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت‌های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم. یعنی این اساس حقوقی نیست، ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست. همه فرد که به گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی است؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه دیگه، اینم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تقویتی مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد این پدیده موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند. برای چی؟ اون برنامه‌ای که قبول شد اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی 1-2 سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که
تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست. اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوه قهریه یا که مقامات حفظ حقوق کافی نیست. اگر جنبه بندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود؟ اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟ ببینید من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموعه عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه‌های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازیش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند، منظورتون از روایت نراتیو ها هستند. بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، این خب این معلوم است. این نیاز نیست که اونو مثلا تکرارن شعار نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه‌هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرکه‌های رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این راضی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و در لفظ، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کاری خود گیریم. مثلا برای آدمی که در به واسطه فعال مقاومت با اکستریسم تروریسم است، باید درک کنه که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد همون کسی که این عملیات تروریستی انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، از لحاظ حقوقی حتما زادگاه دارد، پدر دارد، خب از کجای تولد شد، خب حتما به دین منسوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اونها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده میشود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که ما نمیتونیم شعار همچون دستورالعمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که یک کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروندی کدام کشور هستند. این چیزها هستن که ما باید روایت‌های جاگزین یا نراتیوهای جاگزین زیادی رو پیشنهاد کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه. یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم مظلوم تروریسم اکستریمیسم رو، نباید اونها ذکر شود. مثلا بگیم که خب با ورزش مشغول شو، برای مثلا فعال اجتماعی شو. خب یعنی برای جامعه باید امکانات زیادی جاگزین رو پیشنهاد کنیم که خب بغیر از افراطی شدن یا بغیر از فقط کاری رسمی برای قتل لایمود، باز امکانات زیاد داشته باشند. یعنی حضور آنها در اجتماع تامین شود، جای کار شود، مثلا وضع اقتصادی بهتر شود، حتی حضور آنها در پلتفرم ها برای تبادل اندیشه باشد، دولت و این چیزا زیاد شود. خب نه تنها مقامات دولت، مثلا وقتی که ما ارزیابی کردیم تطبیق استراتژی اول رو برای سالهای 2016 و 2020، یعنی بیش از 90% هر چیزی که انجام شد در پلتفرم‌های رسمی انجام گرفت. یعنی فقط در شبکه‌ها، در واحدهای رسمی، در مکتب، خب در جامعه‌ها. ولی اینا یعنی شما تصور کنید که میدان‌های مثلا بحثی، میدان‌های مثلا اجتماعی یا که شبکه‌های اجتماعی یا که میدان‌های جمعیتی که برای مطرح نمودن این مسائل خیلی و خیلی کم مطرح بودن. یعنی شما تصور کنید که آیا مثلا هم شما به عنوان یک روزنامه‌نگار در خاطر دارید که کدام یک هنرپیشه ما از پیش خودش بدون سپارش وزارت فرهنگ خست و بیا گفت من از نزد خودم یک اقدام میکنم برای جلب مثلا جوانان یک دیگه، یا که مثلا یک دانشمندی ما به اصطلاح یا اهل هنری ما یا شاعر است یا نمیدونم دانشمند گفت که خب من یک نه بس به اصطلاح که مثلا یک فیزیکدان بیا من
حتی با جلب سرمایه های مثلا دولتی و جمعیتی خب بیاد من برای دانشجویان یک گروه های درسی فیزیک یگان شبکه چیزی تشکیل کنم که علومی پایه تبلیغ شود خیلی کم هستند و حتی روحانیان ما بغیر از منبر مسجد در دیگر یک جای نیستند و در منبر مسجد هم اون چیزایی که اونا میگن من این را در اساسی تحقیقات سالگی میگم مردم موعظه های داملو ها را جالب نمیدونند خب ما حتی پرسیدیم چند جوانان رو برای چی میگن ما با 5 دقیقه پیش از شروع نماز میبینیم برای چی برای خاطری که میدروی میگه داملو صاحب میگه چی او قصه حضرت نوح و لوط و از اون قصه گویی نقل میکند که شاید برای بازگو و جوابگوی طلبات و نیازهای حتی دینی یا اینکه مثلا روانی اون نمازگزار نیست. ببینید اگر چیزی کدام تحقیق به تقدیم در فضای اطلاعاتی هر چیزی که از داملوهای ما مطرح هستند اینها تصادفی هستند، یعنی داملو رفت در کدام معرکه یک موعظه گفت کسی ضبطش کرد بدون یگان برنامه بدون یگان چیز خب در شبکه اجتماعی پرت کنه چیز است. یعنی نیست یک سلسله برنامه‌های حتی مقایسه کنیم با ازبکستان حتی مقایسه کنیم با قرقیزستان اونها دارن یک داملو مثلا یک سلسله برنامه‌ای دارد برای اصلاح در موضوع مثلا تاریخ پیغمبران یا در تاریخ مثلا نمازگذاری در مذهب حنفی یا اینکه هیچ نه در مسئله اولیه‌داری خب در اینجا باید همگرایی باشد. داملو تنها همچون بگیم داننده ارکان دینی هست. روزنامه نگاران قسمتی ضبط و مثلا تهیه و تحریر اون رو به دوش میگیرد. یعنی نظر شما این است که برای چاره‌های مؤثری که زود میتواند جامعه را در برابر این پدیده توانمند سازد این کار همگانی است. بله. برای صحبت بسیار خوب برای پاسخ‌های بسیار صمیمی تشکر. امیدوار هستم که جامعه تاجیکستان بر این پدیده حتما غالب میشه. تشکر.